درود به علاقمندان تجارت امازون. توریال اشرف هستم، متخصص کسب و کارهای آنلاین به خصوص تجارت امازون و با بیش از 5 سال تجربه فروش و تدریس در امازون. خواستم امروز یک ویدیوی کوتاه معلوماتی به عزیزان داشته باشیم که در مورد تجارت امازون نمیفهمند و ای که از کجا باید آغاز کرد و به خصوصی که امازون چی هست. امازون یک شرکت امریکایی هست که از طریق اینترنت خرید و فروش انجام میده و این خرید و فروش توسط سیلرهای مثل ما از کشورهای مختلف انجام میشه. تمام فروشات این شرکت از طریق وبسایتشون صورت میگیره که وبسایت امریکا amazon.com هست. این وبسایتش هست و در این وبسایت بیش از 609 میلیون محصول خرید و فروش میشه و حدود 70-80% این محصولات توسط سیلرهای مثل احمد، محمود و دختر خانما و بسیار مردم از کشورهای مختلف انجام میشه و بیش از حدود روزانه بیش از 3 میلیارد دلار، یعنی 2.8 میلیارد دلار که حدود 3 میلیارد دلار میشه فروشات داره و 70-80% فروشات مربوط سیلرها میشه، یعنی کسایی که از راه های دور به امازون کار میکنن. امازون بزرگترین شرکت خرید و فروش اجناس به صورت آنلاین در جهان هست و بزرگترین برند و با اعتبارترین شرکت است که تا امروز تانسته با بیش از تجربه 35 ساله میلیون ها شخص را به اصطلاح استخدام کنه و با میلیون ها شخص دیگر به صورت غیر مستقیم زمینی از زیر فراهم بسازند که با امازون بزنس کنند، با امازون کاروبار مستقل خود آغاز کنند و حدود بیش از 320 میلیون مشتری فعال دارن. یعنی لحظه ای که ما در مورد امازون معلومات کسب میکنیم میلیون ها تن وارد وبسایت امازون میشه و از اونجا یعنی از قسمت محصول مورد نظر خود خریداری میکنه و کسی که ایره مفروشه یک شخص احمد محمود ممکن 20-50 ساله باشه که معلوم نیست از کدام کشور هست. یعنی شخصی است که به امازون بلدیت داره و آمده امازون را یاد گرفته و به امازون کاروبار میکنه، یعنی محصولات را در امازون به فروش میرسانه. پس شما هم فرصت از این دارین که با امازون تجارت آنلاین خود آغاز کنین و بیش از 15-20 طریقه فروش در امازون وجود داره، یعنی حدود 15-20 مدل وجود داره که در کل به دو طریقه میشه شما روی امازون کار کنین. یا ای که برند خودم میسازین، یک شرکت خودم میسازین، یعنی محصولات را میخواین به فروش برسانین که با مارک شما یعنی لوگوی شما و مشخصات شما به فروش میرسه. یا اگر شما به مثلا سرمایه ندارین به اون اندازه ای که شما تولید خود با نام خود لانچ کنین در آمازون، میتونین مدل هولسیل کار کنین. مدل هولسیل به این معنا که برند هایی که بر حال موجود هست شما میتونین مثلا اورسپورت یک برند هست، شما هم میتونین در کنار اورسپورت محصولات را از خود شرکت اورسپورت خریداری کنین و در کنار از این به فروش برسانین. 20 دانه از این را بخرین، 30 دانه، 50 دانه، 100 500 نظر به سرمایه تان هست و یعنی مدل هولسل فعلا به سطح جهان بهترین و ثابت ترین و یعنی با اعتبارترین مدل در امازون هست. یعنی مدلی که شما میایین از شرکت ها و برند هایی که بر حال در بازار هستن در امازون هستن و فروشات دارن و مردم سرشان اعتبار داره، به اصطلاح محصولاتشان با کیفیت هست، از اون لحاظ اعتبارش میگم شما هم میتونین از اون شرکت ها محصولات خریداری کنین و در کنار اونا در امازون به فروش برسانین و مفاد خود را به دست بیارین. و نظر به تحقیقات در مورد سیلرها یا فروشندگان آمازون مثل ما کسایی که با آمازون فروشات میکنیم، به صورت اوسط سیلرهای امازون اونایی که در حد اوسط هستن به صورت اوسط ماهانه 70,000 دلار از اینا عاید دارن. البته این مسئله نظر به کشورها فرق میکنه. مثلا کشورهای هستن که شاگردان میان درس میخوانن و سرمایه گذاری بیشتر انجام میدن و این اوسط در افغانستان بین 1,000 تا 5,000 دلار است. یعنی ما کسایی که از افغانستان به امازون کار میکنن امو حد اوسطشان یا کسایی که به سطح متوسط هستن اوسط درآمدشان بین 1,000 تا 5,000 دلار است.
1% هستن که مثلا چند برند از افغانستان هست که اونا درآمدشان بیشتر است و کسایی که جدید وارد میشن ممکن روزانه $30 $50 $70 یا $100 درآمد داشته باشن. البته درآمد خالص، او چیزایی که شما در سوشیال میدیا میبینید که یک نفر $10,000 فروش میکنن، 15,000 تمام مفادشان در $15,000 نیست، بلکه یک حصه از او، یک بر سوم حصه از او مفادش حساب میشه، 2 3 یا 4 یا $5,000. ولی رسیدن به مرحله درآمد یک سلسله شرایط و یک سلسله مراحل داره که اونا را باید شما طی کنین. خب به خاطر ازی که خب به همین اندازه در مورد امازون بس هست، کافی است، چون ای که باز امازون چی هست، سیستم ازی چگونه کار میشه و تمام بخش های امازون رو بفهمین، شما نیاز دارین که در یک دوره عملی و تخصصی امازون اشتراک کنین. خب میخوایم از افغانستان تجارت امازون آغاز نماییم و چی باید کرد؟ شما در هر کشور باشین نیاز دارین که با شرکت امازون و وبسایت امازون بلدیت کامل پیدا کنین و خدا کنه شما در امریکا هستین یا آلمان هستین یا فرانسه یا استرالیا، ایتالیا یا هر جای دیگه هستین یا افغانستان، شما نیاز دارین که به امازون بلد شوین و یک دوره عملی و تخصصی امازون را یاد بگیرین. و خوشبختانه ما به صورت آنلاینی دوره رو به شما تدریس میکنیم، یعنی از خانه خود میشینین با قهوه چای راحت میتونین به صنوف آنلاین ما اشتراک کنین و این دوره را یاد بگیرین. البته دوره ما هم از سطح بین المللی برگزار میشه. اشتراک کننده ها هم از 34 ولایت افغانستان و هم از کشورهای مختلف مثل آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، جرمنی، ترکیه و کشورهای مختلف هستند. و دومین مرحله است که شما بیاین یک سیلر اکاونت روی امازون بسازین، یعنی اکاونت فروشندگی خود بسازین. شما بلد شدین که امازون چی هست، ولی مرحله عزیز که شما روی وبسایت امازون یک اکاونت فروشندگی بسازین تا از طریق از او فروشات خود انجام بدین، مثل یک سیلر اکاونت امازون هست. خب وقتی که شما یک سیلر اکاونت روی وبسایت امازون میسازین، بعد از او پروسه دیگه‌ای که یعنی قدم بعدی یا مرحله بعدی هست که شما محصول خود را انتخاب میکنین، محصول پیدا میکنین که کدام محصول خوب است و پرفروش است، یعنی کسایی که قبلا فروختن چقدر مفاد کردن، نظر به او باز شما محصول خود انتخاب میکنین که بعد از او مرحله چهارم انتقال محصول است و مرحله پنجم فروش محصول است. البته تمام دوره 1.5 ماهه به خاطر امی هست که امازون چی هست، چگونه اکانت فروشندگی ساخته میشه، محصول چگونه انتخاب میشه، محصول چگونه انتقال و لیست میشه در امازون و محصول چگونه فروش میشه و اکانت فروشندگی چه رقم مدیریت میشه. تمامی 1.5 ماه درس در مورد مراحل هست که بیجا به اصطلاح ما نام گرفتیم که جزئیات خود داره که عملا کار میشه. تجارت امازون یاد گرفتنش از یوتیوب یا دوره های ریکارد شده بسیار یک کار مشکل هست. شما حداقل با ویدیوها میتونین 20 تا 30% امازون را یاد بگیرین، ولی که در کنارتان یک استاد باشه و شما را راهنمایی کنه و مشکلات شما رسیدگی کنه و تغییرات جدیدی که در امازون میاد شما را آگاه بسازه، یعنی این یادگیری شما را به 100% میرسانه. پس یا مسئله مهمی که جه میخوایم یادآوریش می است که مثل کورس های فیزیکی یا دیگرها ما وعده از این نمیدیم که شما از طریق امازون میلیونر یا میلیاردر میشین. البته او تلاش و زحمت خود شما در رابطه با کسب و کار است. دوره های ما در حدی است که شما را به یک درآمد روزانه 10 20 30 50 100 200 یا $300 برسانه و ای که با شما در این کار زحمت میکشین، تلاش میکنین و فروشات بیشتر میکنین، سرمایه گذاری بیشتر میکنین، در تمام اینا شما مستقل هستین و نظر به تلاش شماست. البته در هر مرحله که شما هستین از سپورت و حمایت کامل ما و مشاوره و منتورشیپ کامل ما شما برخوردار خواهد بودین. در مورد تجربه ما و بک‌گراند ما در مورد تجارت امازون شما میتونین وبسایت ما را چک کنین و در روی سکسس استوری شاگردای ما را، درآمد ما و شاگردای ما را ببینین، یا به اینستاگرام ما پیام بدین که در این زمینه با شما مشورت بدیم و یا هم در گوگل شما میتونین تحقیق کنین و یا هم از هوش مصنوعی بپرسین که معلوماتی که اونها جمع آوری کردن در مورد ما و تجربه ما در امازون در اختیار شما قرار میده.